انیمه هایی که وایب ولنتاین میدن پارت 3 و چون 3 عدد محبوب منه تصمیم گرفتم برای این پارت 3 تا انیمه معرفی کنم. اولی، مبصر کلاس ما پیش خدمته، راجع به یه مبصر کلاسیه که پیش خدمته ولی نمیخواد کسی بفهمه که پیش خدمته، اما شوهر آیندهش میفهمه و قول میده به کسی نگه پیش خدمته، ولی قلدرای کلاس میفهمن که پیش خدمته و همین که میخوان اذیتش کنن گل پسر میاد ازش دفاع میکنه و میگه عیبی نداره که پیش خدمته. دومی، ازدواج شاد من که در واقع همون ورژن انیمه‌ای سیندرلاست، با این تفاوت که شخصیت اصلی افسرده و بدبخت‌تره تا این که با زیباترین مرد اونجا مزدوج میشه. سومی، دخترای گلم، آیا از پسرای خوب خسته شدید؟ آیا از اینکه زیادی مهربونن حالتون به هم میخوره؟ خب پس غمتون نباشه، براتون یک عدد بیشعور آوردم که خیلی مغروره، یک کلمه حرف خوب از دهنش بیرون نمیاد و با پارتنرش عملا مثل سگ رفتار میکنه. اما اگه یه نفر بهش بگه بالای چشمش ابروه، میزنه دهنشو سرویس میکنه. خیلی رمانتیکه نه؟